میخوام لرزش روی اسکلت رو بهتون یاد بدم. شما در مرحله اول باید یه کاری رو انجام بدین. یعنی میذارین تا یه جای فیلم بره. خب بعد اگه لازم باشه صدای فیلم رو کم میکنیدش. خب که ایناش اینجوری. خب صدای فیلمو که یا کمش کنید یا کلا قطعش کنید. و در این حالت شما باید یه کاری رو انجام بدین. یعنی رو جایی که میخواین، خب اول که معلومه دیگه پای ثابت همه ادیت اسکلتی ها فریزه. شما دکمه فریز رو میزنید و بخش آخر فیلم رو پاک میکنید. هیچی. حالا شما باید اینجا یه کاری انجام بدین. میبینید شما باید رو این یه انیمیشن پیاده کنید. خب که البته توی نسخه کپکاتی میشه که من براتون حالا تو چنل قرارش دادم، حتما دانلودش کنید. اون اسکال فیسر هم براتون قرار میدم. شما تو این مرحله باید روی حالتی بزنید که فکر کنم اسمش زوم 2 بود. شما رو زوم 2 میزنید و اگه لازم باشه رو سوژه‌تون زوم میکنید. خب مثل همین. خب یه جوری که معلومم بشه دیگه. حالا شما باید توی این مرحله اگه لازم باشه فیلمو یه ذره تاریک ترش کنید. نمیدونم یه ذره حالتشو کمتر کنید. خب یعنی اینجوری. حالا من اینجوریش کردم، شما هر جوری خواستین انجامش بدین. بعد توی این مرحله که زوم کردین بعد تو اینجا روی گزینه اوورلی بزنید. دیگه خبری استیکر نیست. شما روی اسکال فیس مورد نظرتون میزنید. خب این یه روش جدید کپکاته با ادیت. خب حالا شما باید رو همین بزنید. حالا اولش حالا شما خواستی هر جوری اون چیزتون بیاد، خب اون اسکلتتون اون لرزش بیاد، شما رو اون حالت میزنید. من دوست دارم روی حالت اینجوری بیاد. خب حالا شما باید اینجا یه افکت روش پیاده کنید که افکت لرزیدن یا همون شیکه. شما وقتی اون افکت رو اضافه کنید راحت میتونین روی اسکلت لرزش بندازین. نتیجه رو آخر ویدیو بهتون نشون میدم. و البته باید اول همه این کارا رو انجام بدین بعد آهنگ فانکتون رو پیاده کنید. من البته مرحله فانک گذاشتن رو براتون نمیذارم دیگه، نتیجه رو بهتون نشون میدم.